گروه دیپستورم با هدف یادگیری شبکه عصبی عمیق به وجود آمده تا مهارت‌های شما رو به اوج برسونه. کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از آخرین اخبار مطلع شوید. درود خدمت همراهان گروه دیپستورم. در این بخش آموزش من میخوام شبکه عصبی اتو انکودر رو بیام به صورت دیپ لرنینگ پیاده سازی بکنم و با استفاده از شبکه عصبی CNN رو پیاده سازی بکنم. اما برای این کار از دیتاست امنیس استفاده کردم که یک دیتاست آموزشی هستش. در واقع عرض 0 تا 9 رو به صورت دست‌نویس جمع‌آوری شده و میتونید که از این دیتاست استفاده بکنید که در کلاس موجود هستش. خب برای شروع کار من X-Train و X-Test ها رو از امنیس لود کردم و بتونم که ازش استفاده بکنم. در ابتدای کار اون رو اول باید پیش پردازش بکنیم از تایپ فلوت 32 تقسیم بر 255 پیکسل و در نهایت با نامپای ها استفاده کردم، ریشیپش کردم و به یک تنسور 3 بعدی یعنی 28 در 28 در یک کانال تبدیلش کردیم. خب برای شروع کار من یک اینپوت ایمیج یا همون بحث انکد کردن داده ها هستش که چون به صورت CNN میخواد پیاده سازی بشه، پس باید یک تنسور 3 بعدی وارد در واقع شبکه عصبی CNN بشه. پس این رو هم 28 در 28 در یک کانال این کار رو انجام دادیم. خب برای بخش انکودر کردن من اومدم اول از 16 تا فیلتر خروجی و بعد 8 تا و بعد در نهایت باز هم 8 تا این کار رو کردم که بیاد در واقع بعدش رو کم بکنه. یعنی بحثی که ما بحث کد یا لیتنت رو داشتیم، این که می‌خواستیم بعد کار رو کم بکنیم و در یک در واقع انکد این کار رو در نهایت ذخیره می‌کنیم که بیاد در واقع این رو بیاد به فضای در واقع لیتنتمون ببره که بتونیم بازسازی اطلاعات رو انجام بدیم. تا اینجای کار وارد بخش کد ما میشه و میتونیم ما این رو حالا چون برعکس این کار، یعنی اومدیم اول برای انکد کردن 16 و 8 تا 8 فیلتر خروجی استفاده کردیم، ولی در اینجا از 8 تا 8 تا 16 یعنی برعکس کار میشه. دقیقاً ما میخوایم بیایم این بعدش رو نسبت به چیزی که در واقع تعریفی که در اتو انکودر داشتیم، همونطور که در واقع اطلاعاتی که در ورودی داشتیم می‌خوایم در خروجی هم همین قضیه اتفاق بیفته و بعدها برای ما یکی بشه. از بحث آن سامپلینگ استفاده کردیم. در واقع توی آن سامپلینگ میاد درونیابی تصاویر انجام میده. در واقع ما اون چیزی که مد نظرمون هستش رو بیاد استخراج بکنه در لایه کد، در واقع بیاد یه جور بازسازی اطلاعات رو بکنه و برای تکرار سطر و ستون هم به اندازه در واقع 0 متر ازش استفاده میکنه. در نهایت ما دیکود کار رو داریم که اطلاعات ما خارج میشه و خب چون خروجی به صورت یکه، یعنی ما میتونیم بگیم که این تولید میشود یا نمیشود بحثش، به خاطر همین یک رو گذاشتیم و از اکتیویشن سیگموید استفاده کردیم. خب مدل رو براش ساختیم، اینپوت ایمیج و دیکود که بیاد ورودی و خروجی کار من مشخص بشه. کامپایل کردم مدل رو، چون به صورت سیگموید بود پس لاسش هم به صورت باینری کراس انتروپی میشه و متریکش هم از اکیورسی استفاده کردیم. خب مدل رو گذاشتیم که فیت بشه و حالا من تا ایپاک 10 تا براش گذاشتم، شافلش هم ترو کردم که بیاد رندوم خونه ها رو بر بزنه و خب برای کار بهتره که برای بحث اوورفیت هم این قضیه بهتره. خب ما این کار رو گذاشتیم و تا 10 تا ایپاک برای ما اجرا کردیم. اگر نگاه کنید اکیورسی خوبی هم به ما داد. یعنی اگر یادتون باشه در چپتر قبل ما اکیورسی خیلی پایینی داشتیم، ولی اینجا چون خب داره دنس پیاده در واقع داره لایه‌های کانولوشنال پیاده سازی میشه و به صورت دیپ لرنینگ داره پیاده سازی میشه، قطعا ما خب به جواب مطلوب تری میرسیم، چون بالاخره ما با داده‌های تصاویر داریم کار میکنیم و نیاز داریم که در واقع با لایه‌های کانولوشنال استفاده بکنیم. اما این سری به صورت اتو انکودر که بیام دیپ فیک رو بهتون نشون بدیم. خب از متریال هم استفاده کردم. داده‌های تست رو گفتم که اگر بالا در واقع تستی که استفاده بشه پریدکتی که داره انجام میده چجوری. اگر نگاه بکنید بسیار نزدیک و شبیه به در واقع حالا داده‌های فیکی که تولید کرده بسیار شبیه به داده‌های اصلی هستش و خیلی بهتر از دنس داره در واقع جواب میده. اما اگر ما به داده‌هامون نویز اضافه کنیم چی؟ آیا بازم میتونه همچین داده‌هایی تولید بکنه؟ خب در چپتر بعد میتونی با گروه دیپستورم همراه بشی که ببینی چجوری کدش با پایتون پیاده سازی میشه و شما میتونید در واقع اتو انکودری پیاده سازی بکنید که داده‌های نویزی رو دریافت میکنه و میتونه داده‌های فیک رو تولید بکنه. پس یادت نره که کانال ما رو سابسکرایب کنی، زنگوله رو روشن کنی تا از ویدیوهای جدید جا نمونی.